معافیت پزشکی بیماری‌های اعصاب و روان. ببینید دوستان، در جریان هستین که ما معافیت پزشکی دو تا حالت داریم، یا معافیت پزشکی کارت سفید یا معافیت پزشکی کارت قرمز. کارت قرمز میشه بحث بیماری‌های اعصاب روان که ما سر همین موضوع می‌خوایم صحبت کنیم، و کارت سفید میشه بیماری‌های غیر از اعصاب و روان، هر چیزی که هست. بیماری‌های اعصاب و روان به چه شکلی هستش معافیت‌هاشون؟ نسبت به معافیت بیماری‌های غیر از اعصاب و روان یه خورده سخت‌تره کار، چون اثباتش یه خورده زمان بره. مثلا افرادی هستن که مشکلات روانی مثل سایکوز، مثل OCD، مثل اسکیزوفرنی، مثل وسواس، مثل استرس و یا مثل عصبانیت و تیک عصبی و حملات پنیک اتک و بیماری‌های غیر اعصاب روان دارن و شرایط خدمت کردن ندارن. خب بستگی به شدت مشکلشون هم هست دیگه. مثلا بعضی از افراد هستن که خب خیلی شدیده مشکلشون. نظام وظیفه برای این افراد کمیسیون تشکیل میده. حالا توی اون کمیسیون روانشناس و روانپزشکای متخصص هستن، میان این افراد رو معاینه میکنن. بستگی داره که خب رأی این پزشکا چطور باشه. اگر پزشکا همونجا تو همون جلسه اول تایید بدن که این فرد صلاحیت خدمت نداره، خب همونجا معافی دائم میکنن. اگر این افراد برای گرفتن معافیت خودشون پرونده‌های پزشکی و پرونده‌های اعصاب روان داشته باشن، شانس معافیتشون بیشتره. معمولاً خیلی از دفعات پیش میاد که توی 70% مواقع پزشکان کمیسیون این افراد رو معاف موقت 3 الی 6 ماهه میکنن که ببینن اون فرد، چون خیلی از دفعات پیش میاد افراد مثلا میان به قول معروف حالا زبان عامیانه میان فیلم بازی میکنن جلوی پزشکا که مثلا خودشونو به بیماری بزنن که معاف بشن. خب پزشکان به هر حال خب این قضیه رو میدونن دیگه. بیماری‌های اعصاب روان بعضا نوار مغزی گرفته میشه، تست‌های روانشناسی مثل MBTI گرفته میشه و تست‌های دیگه روانشناسی و حالا معاینات بیشتر و نوار مغزی و اینا. اگر معاف موقت بشن 3 الی 6 ماه بهشون فرصت داده میشه که زیر نظر پزشکان متخصص خودشون برن برای مداوا. اگر درمان شدن که میرن خدمت، اگر نشدن که معافن، و یا اگر شدت بیماریشون ضعیف باشه و متوسط و یا خفیف فقط معاف از رزم میشن، یعنی چیز دیگه عایدشون نمیشه. اگر معاف دائم بشن کارت قرمز تعلق میگیره. خیلی مهمه. کارت قرمز محدودیت‌های اجتماعیش خیلی بالاست، یعنی مثلا برای گرفتن گواهینامه ماشین هم حتی به مشکل میخورن، باید حتما گواهی سلامت برن بگیرن. برای خروج از کشور هم مشکل میخورن چون به این افراد ویزا داده نمیشه، باید یه نفر همراهشون باشه. برای استخدام تو کار معمولا تو 99% مواقع استخدام نمیشن این افراد.